گزارش‌های منابع رسمی و غیر رسمی پاکستانی حاکی از آن است که مقادیر قابل توجهی از نهادهای انرژی به صورت غیر رسمی از ایران وارد بازارهای پاکستان می‌شود. این سوخت عمدتاً از طریق قاچاق و به صورت غیر قانونی به پاکستان انتقال می‌یابد که باعث افزایش نگرانی‌های اقتصادی برای دولت‌های دو کشور شده است. 30-35% جو آیل ہے. حدود 30 تا 35% از سوخت پاکستان در حال حاضر از ایران به صورت قاچاق تأمین می‌شود. این امر موجب خسارت‌های جدی به دولت‌های دو کشور همسایه شده. تفاوت‌های قیمتی چشمگیر بنزین و گازوئیل بین ایران و پاکستان یکی از دلایل اصلی افزایش قاچاق سوخت به پاکستان است. قیمت فرآورده‌های نفتی در پاکستان روز به روز در حال افزایشه. ایران در همسایگی ما قرار داره ولی متاسفانه ما نتوانستیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. یک نهاد اطلاعاتی پاکستان در گزارشی اعلام کرد که سالانه بیش از 2.8 میلیارد لیتر سوخت از ایران به پاکستان قاچاق می شود. در ایالت ما هیچ منبع درآمدی وجود ندارد و ما مجبور به قاچاق کالا و سوخت از ایران هستیم تا بتوانیم امرار معاش کنیم. این وضعیت موجب گردیده تا درآمدهای دولت پاکستان از مالیات فروش سوخت نیز کاهش یابد. ये जो बलूचिस्तान के इलाके हैं ساکنان مناطق مرزی پاکستان با ایران وابستگی زیادی به کالاهای ایرانی دارند و مایحتاج روزانه خود را از ایران تامین می‌کنند. دولت و ارتش پاکستان در تلاشند با رفع نیازمندی‌های این افراد روند قاچاق کالا و سوخت را از ایران متوقف کنند. مقامات ایرانی و پاکستانی در حال بررسی برای حل این مشکل و اتخاذ اقداماتی برای مقابله با ورود غیرقانونی سوخت میباشند. تجارت تهاتری که اخیراً بین دو کشور آغاز شده میتواند نقش مهمی در تقویت تجارت دوجانبه ایفا کند، زیرا دو کشور به جای استفاده از دلار میتوانند مایحتاج یکدیگر را تبادل کنند. فعالان اقتصادی و تحلیلگران بازار در پاکستان نگران هستند که ادامه این روند ممکن است به بحران‌های بیشتر در بازارهای سوخت منجر شود. عرضه گسترده نهادهای انرژی ایران در بازارهای پاکستان چالش‌های جدی برای هر دو کشور ایجاد کرده است. برای حل این معضل همکاری مشترک و اقدامات هماهنگتر بین مسئولان هر دو کشور ضروری به نظر می‌رسد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.